سلام و عرض ادب در خدمت همه دوستان عزیزان و بزرگواران. جلسه دو کشته تا ظهور امشب در خدمت جناب دکتر میباقری و جناب استاد حسین هستیم با وقایع ماه ربیع الاول، قسمت اول فصل دوم هستش، جلسه سوم هم هستش. در خدمت دو استاد بزرگوار هستیم، هر کدوم از اساتید صلاح میدونن حالا شروع بکنن، در خدمتشون هستیم. سلام و عرض ادب داریم در خدمتشون. حسین آقا بفرمایید حسین آقا. خواهش میکنم جناب دکتر، اگر هر جور صلاح میدونید دیگه تا میدونید من در خدمتم، اگرم نه که شما شروع بکنین، بعد شما من انجام بدم، هر جور هم بفرمایید من در خدمتم. حسین جان، حالا با توجه به اینکه بحث ماه ربیع الاول هم هست، احادیثش و مطالبش رو که مطرح کنی، من مباحث سیاسیش رو مطرح میکنم، چون حالا دو تا جلسه هم یه جلسه شده، سریعتر باید قصه هم تمام کنیم تا ببینیم چی میشه. شما بفرمایید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عرض سلام مجدد دارم خدمت همه دوستان عزیز که در خدمتشون هستیم برای مبحث حال دو کشته تا ظهور مهدوی، اتفاقات مربوط به ماها که حالا پیرو حالا فصل اولی که داشتیم و در مورد وقایع صحبت کردیم. انشالله من بنای خودم رو بر این گذاشتم که تو فصل دوم یک مرور اتفاقات که از تکراری بودن حداقل مطالب خودم هم جلوگیری بکنم، یک مروری کوتاه بر اتفاق اون ماه خاص میکنیم و بعد خب حالا متناسب با شرایط روز و خدمت شما عرض کنم اتفاقات دیگه و مطالب ترجیحاً سعی میکنم که یک چیزهای جدیدتری هم اضافه بکنم برای اتفاقات دیگه. در خدمت دوستان هستیم. خب برای در قسمت اول برای مرور خدمت شما عرض کنم که محرم و ماه ربیع الاول که اتفاقاتش هست، همون که حالا همونطور که در فصل اول خدمت دوستان عرض کردیم، ماه ربیع در روایات چیزی که بهش اشاره شده به طور به صراحت، لفظی که قرار گرفته، البته حالا با همون مباحث تحلیل روایی که قبلا توی یه جلسه خدمت دوستان عرض کردیم که چه اتفاقاتی در روایات پیش میاد، به صورت خیلی مختصر عنوان کردیم. اما اون چیزی که هست برای مرور در مورد ماه ربیع، آنچه که به صراحت قید شده، آقا محسن صدا نیست؟ بله، منم صدا ندارم، من فکرم تو جادم ایراد از سمت منه. جناب استاد جناب دکتر تا کجا صدا اومد؟ نه من مایکم اتومات بسته شده، نمیدونم متوجه نشدم. همون تا کجا اول صدا صحبتی که من؟ فرمودید حسین جان، اول صحبتی که فرمودید که من میخوام یک جمع‌بندی شده از جلسات قبل رو بگم، و اولی چیزی که بله به صراحت وارد ماه ربیع الاول شده، به صراحت هم اولش صداتون رو. بله ببخشید، چون من مطالبمو یه جای مرتب میکنم دیگه، تو صفحه این واسکت نیستم، مایکم اتومات بسته شده بود و این قبلش باز بود، برای همین متوجه نشدم، عذر میخوام. بله، گفتم تو برنامه هم اینه که یه مروری برای اینه که حالا از اون ماه خاص مثلا عنوان بکنم و حالا یه چیزای دیگه به فراخور حالا اون اتفاقات که داره میفته و این حرفان بهش اضافه کنیم و دیگه در خدمت مطالب استاد عزیزمون جناب آقای میرباقری باشیم و استفاده بکنیم از وجود ایشون. تو مقدمه برای مرور که حالا مربوط به ماه ربیع که در اونم قرار داریم،
عرض کنم خدمتتون اون چه که به صراحت در روایات قید شده برای ماه ربیع اینطور آمده که تنازع القبائل فی شهر الربیع. عرضم کردم در لفظ عربی وقتی اینطور عنوان میشه این اختصاص مثلا به ربیع الاول نداره یا اختصاص به ربیع الثانی نداره و در این قالب بیان هر دو ماه ربیع رو شامل میشه، چون به این قالب بیان شده یعنی برای 2 ماه ربیع اون چه که به لفظ صریح در روایات اومده به صراحت و به صورت کاملا مستقیم این درگیری بین قبایل است. حالا مراد از این درگیری قبایل کدام قبایله؟ آیا این قبایل منظور حالا میتونه دولت ها هم باشه یا نه منظور همون قبیله هاست، مثلا قبیله نمیدونم بنیکر، قبیله نمیدونم فلان، قبیله های مختلف. یک دو اینه که این مربوط به کدام خطه و کدام کشور هاست؟ آیا مشمول همه کشور هاست؟ آیا مشمول بعضی از کشورهاست؟ مثلا مشمول عراق میشه که امروز تظاهرات این حرفا شکل گرفت الان چند ساعتیه، یا نه مثلا مربوط به سوریه است، یا نه کلا ممالک اسلامی؟ تو ممالک اسلامی گروه گروه اون حزب هایی که وجود دارن، گروه هایی که وجود دارن یا قبایلی که وجود دارن، چون هنوز در بیشتر کشور عربی مثلا عراق و سوریه و این حرفا همچنان به صورت قبیله‌ایه. یعنی شما الان میخونید تو سوریه نمیدونم قبیله فلان اینجوری شده، بعد اگر اینا رو نسب شناسی بکنید و برید عقب میبینید مثلا که میگن سفیانی از بنی کلبه، میبینید همون قبیله ایه که الان تو اون گوشه سمت اگه اشتباه نکنم سمت غرب سوریه دارن به قول معروف نیرو آماده کردن و دارن به قول معروف یه کارهای فعالیتایی داره میکنن، اینا نسبشون میخوره به همون قبیله بنی کلب مثلا. اما این باز به صراحت این که منظور این گروه ها از این گروه چی هست، در کجا هست و آیا منظور حالا دولت ها هم میشه یا نه چیزی نیومده. اما نوع اتفاق این برای مرور در مطالب قبلی. یه مسئله ای که من خودم قصد داشتم به حالا امشب اضافه بکنم به مطالب که حالا در مورد دوستان در مورد صحبت بشه، که حالا نمیدونم امشب که فکر نمی کنم ما برسیم که در مورد این صحبت بکنیم، اما اگه حالا جناب دکتر صلاح بدونن مقدمه‌اش رو بذاریم، فقط همین هماهنگیشو بکنیم که دوستان یه پیش زمینه ای داشته باشن، یه که حالا در کنار این مطالب و اون مطالب جدیدی هم اضافه بشه برای دوستان. بحث دجال، اگر دوستان دقت کرده باشن دیشب ترامپ یه توییتی نوشته بود. حالا خود ترامپ که تو این چند روز یه ذره پرحاشیه بوده به خاطر اون غیبت‌های خاصش و این حرفا و خیلی گمانه‌زنی های مختلفی شد، چون هم نزدیک ماه گرفتگی شهریوریم. اگه دوستان یادشون باشه در ماه گرفتگی قبلی که بود تو همین جلسات دو کشته تو ظهور در مورد روایاتش صحبت کردیم، در مورد پیشبینی هایی که در یکی از کتب اسلامی در اون حالا یه پیشبینی هایی شده که اگر مثلا ماه گرفتگی در فلان ماه باشه، اگر آغاز ماه قمری در فلان روز باشه، یا نمیدونم آغاز نمیدونم اول سال قمری در فلان باشه، چه اتفاقاتی میفته. صرف فقط اعلام، نه اینی که تایید و صحتی بذاریم. در مورد این ماه گرفتگی هایی که بود برای سری قبلی هم عرض کردیم که اونجا اینجور عنوان شده که اگر یک چنین چیزی اتفاق بیفته میگه یک تعداد زیادی از اون پادشاه، اون فرمانروای ایران تو دنیا پیروی میکنه. خب اون ماه گرفتگی قبلی بود که حالا ماه گرفتگی خونین بود. ماه گرفتگی 16 شهریورم دوباره ماه گرفتگی خدمت شما عرض کنم خونینه و جز اون داستانه یهود و مباحث تلمود هستش که خودشون حالا تو تشریحاتشون دارن که حالا اون خدمت شما عرض کنم که
اگر مثلا ماهیتی سفید باشه اینجوریه، اگر مثلا خاکستری باشه اینجوریه، اگر نمیدونم سرخ باشه اینجوریه. این اتفاقات میفته برای قوم یهود که خب قوم یهود به این جور چیزها خیلی معتقدن. بحث اینی که آدم مد نظر داشته باشه و بهش یه تأملی بکنه یک چیزه، اینی که اعتقاد داشته باشی و قبول داشته باشی و دنبال بکنی خب این یه مبحثیه که یه چیزی بالاتر از اون محل است. و این چیزی که برای یهود و مخصوصا رده های بالا که البته خب اونا دیگه به صورت خیلی تخصصی تر تو اینجور چیزا وارد میشن هست. یکی پس این مسئله هست. بحث ترامپ رو خدمتتون عرض کردم که خب این توییت ترامپ یه ذره جلب توجه کرد که the world will soon understand، یعنی جهان دنیا به زودی خواهد فهمید. بعد در تو پایینش نوشته nothing can stop what is coming، هیچ چیز نمیتواند آن چیزی که در حال آمدن است را متوقف کنه. خب میشه خیلی تحلیل ها از این کرد، میشه خیلی برداشت از این کرد، ولی با توجه به اعتقادات یهود و مباحثی که دارن یک گمان زنی که در مورد مسئله ترامپ و این غیبتش و این داستان ها بود، بعضی ها یک گمان زنی کردن. چرا؟ چون این منطبق بر اون زمان یک هفتگی هست که یهودیا مخصوصا حالا یه دسته های خاصشون یک عبادت یک هفته‌ای دارن، یعنی از انظار و دید عموم و این حرفا غایب میشن و به اون عبادت خاصشون میپردازن. که بعضی حالا یه نظری داشتن، اینم یه نظره دیگه، حالا نظره دیگه، که ترامپ این غیبتش مربوط به این داستانه و وارد اون عبادتش شده و این چیزی که حالا داره میگه جهانیان خواهند فهمید. خدمت شما عرض کنم که چیزی دارد میآید که هیچ چیز نمیتواند جلوی آمدنش را بگیرد. خب این رو ما هم قبول داریم. خیلی مباحث هستش که اونا میگن نظم نوین جهانی، ما میگیم نظم نوین جهانی. فقط اونا از دیدگاه خودشون میگن، ما از دیدگاه خودمون میگیم. این چیزی هم که حالا ایشون داره میگه که در حال آمدن است و چیزی نمیتونم، ما اینو به قول معروف میگیم، ولی آن چیزی که مد نظر آنها بحث دجال، حالا میدونید دیگه یه اخباری هم منتشر شد که آقا اون گوساله رو قربانی هم کردن و دوستانی که حالا مطالعه داشته باشن، تحقیق کرده باشن، میدونن داستان اون گوساله چیه و چطور ساخته شده، چه هزینه هنگفتی بدون این که حالا مثلا کاربرد صنعتی داره، البته تو امورات مختلفات، نه تو این زمینه‌ای که اینا انجام دادن که بیا شبیه سازی کنی، هی بسازی مثلا گوساله‌های مختلف، مدل‌های مختلف، هی بسازی تا یه دونش اون گوساله مد نظر شما با اون مشخصات خاص بشه که آماده بکنین مثلا برای قربونی، حالا این رشد هم بکنه و دچار نقص‌های فیزیولوژیک نشه و قول معروف از بین نره. خب این خودش یه مبحثه و خب حالا بعضیا اعلام کردن که اون گوساله قربانی هم شده. حالا این سندی برش خود من پیدا نکردم، اما دوستان میدونن که این قضیه در زمانی اتفاق میفته که اینها بخوان درهای آسمان رو باز کنن. یعنی اون مباحثی که حالا جای جناب استاد رضایی عزیزمون هم خالی که قبلا هم بهش اشاره میکردن، جناب دکتر هم اشاره کردن بارها، این مادی شدن اجنه، این منطبق شدن و وارد شدن دنیاها به هم و یه سری داستانهای ماورایی، اینها اونجا کلید میخوره که برای بار سوم این اتفاق میفته. دفعه اول زمان سلیمان درهای آسمان بسته شد، ارتباط جنیان قطع شد. دفعه دوم در زمان پیامبر اکرم حالا اتفاق افتاد و خب اینها میخوان به این واسطه دوباره اون به اصطلاح درها رو باز بکنن و بتونن اون ضد مسیح، به البته به دیدگاه اونم مسیح خودشون، منجی خودشون، و به دیدگاه ما دجال رو وارد بکنن و خدمت شما عرض کنم که حالا اون اتفاقات خاصشون بیفته. همونجوری که بارها در اول همه جلسات
دو کشته تا ظهور ما میگفتیم ما با فرض اینی که اگر بخواهد امسال باشد، اگر بخواهد مثلا امسال اتفاق بیفتد چه شکلی میشود این فیلم داستان، ما با این پیش‌فرض الان این مطالب رو داریم میگیم. اگر این روند قرار باشد به این سمت برد، خب ما باید الان آماده یک سری اتفاقات به صورت فشرده تو 2-3 ماه اخیر، یعنی تو شهریور و این پاییزمون اگه بخوایم آماده باشیم، اینی هستش که خدمت شما عرض کنم یک درگیری های در سمت غرب ایران، یعنی از شمال غرب ایران به صورت خاص شما بگیر تا اون جنوب غرب بری تا نزدیکی های مصر اتفاق میفته، از به هم ریختگی های تو آذربایجان، ارمنستان، سوریه که کلا به هم ریخته است و تا آخر این داستان هم به هم ریختگی رو خواهد داشت. خدمت شما عرض کنم که در به هم ریختگی های خاصی تو مصر، وارد شدن نیروها به مصر و این داستان ها رو داریم. این پروسه 2-3 ماهه تا قبل از رجب، یعنی شما ببینید ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، یعنی ما 4 تا ماه داریم تا قبل از رجب. 2 تا ربیع، 2 تا جمادی. تو 2 تا ربیعش درگیری های قبایل و این حرفا، اون قسمت غرب یه به هم ریختگی های هی زیاد و زیاد مثل آتیشی که هی داره این شعله برتر و شعله برتر میشه و گور میگیره، هی زیاد میشه، فتنه روی فتنه میاد، فتنه روی فتنه میاد، بلا روی بلا میاد برای قسمت های مختلف. از اون طرفش هم یک اتفاقات دیگه ای که میفته، ما باید منتظر یک سری بارش های تقریبا شاید بشه گفت عجیب غریب باشیم تو مخصوصا قسمت های غرب ایران، تو قسمت ترکیه، سوریه، عراق، که خب این احتمالاً منجر به جاری شدن آب تو کوچه های کوفه میشه بر اساس حالا اون داستان سد و مسیرهای بسته شده که حالا الان هم اخبارش همه دوستان احتمالاً خوندن که نمیدونم دجله مثلا به خاطر سد نمیدونم ترکیه اینجوری شده، فرات نمیدونم اینجوری شده، آباش به ته رسیده. و حالا درگیری هایی که پیشگام یعنی مقدمه ظهور و خروج سفیانی هست که خب یه ذره این داستانا عجیب و غریبه. که در کنار اینها ما باید انشالله اگه حالا جناب دکتر صلاح دونستن برای جلسات بعدی هماهنگ بکنیم، حالا به فراخور مبحث 1 جلسه 2 جلسه نمیدونم هر چقدری که لازمه در مورد مبحث دجال یک صحبتهایی بکنیم، چون اگر با همون پیش‌فرض که فرض بگیریم که قرار باشد امسال اتفاقات بیفتد، یعنی از این ربیع بریم جلو اتفاقات بیفتد و در محرم مثلا انشاءالله آخر بقول معروف که اول سال قمری بعدی میشه به نتیجه ظهور اکبر و قیام حضرت بخوایم برسیم، یک دوره فشرده پشت همی اتفاقات عجیب و غریب از اول تاریخ تا الانی رو خواهیم داشت که خب این خیلی واقعا سخته، خیلی واقعا سخته و نیاز به این داره که آمادگی هایی براش بشه، همونطوری که امام صادق علیه السلام فرمودن که ایمانهایتان را در نزدیک ایمانهایتان را تقویت کنید، چرا که در زمان ظهور ایمانها در نزدیکی ظهور ایمانها به شدت مورد آزمایش قرار میگیرن. بارها جناب آقای دکتر بنده این اون روایت رو خدمتتون عرض کردیم که میفرماد که انقدر مشکلات و فتنه ها و این حرفا سخت میشه، به حالت های مختلف این عنوان شده بود که من 2 متنش رو به این دیدم که میگه انقدر سخت میشه که طرف شب هنگام مؤمنه و صبح هنگام کافر، صبح هنگام مؤمن، شب هنگام کافر. یعنی به 2 نقلش رو دیدم چه اتفاقی میتونه بیفته که طرف شب هنگام مؤمن باشه، نه مسلمان، مؤمن باشه و صبح هنگام کافر بشه. چه اتفاقی میتونه یعنی اتفاقای سنگینیه، یک غربال های شکل میگیره تا اون زمان ظهور اکبر حضرت هم حتی اتفاق میفته، حتی برای اون افراد خاص هم اتفاق میفته که اون 300 و اندی که جمع میشن بر نقل یک روایتی حضرت یک مطلبی میگه
که حالا بین 13 تا 25 تاشون میمونن، بقیه متفرق میشن. بقیه متفرق میشن و میرن و دوباره حالا بعد از چند صباحی دوباره برمیگردن گره حضرت، یعنی میرن تو عالم سیر میکنن و میگردن، بعد به این نتیجه میرسن که کسی دیگه ای نمیتونه باشه، یعنی از ناچاری برمیگردن. حالا یه الفاظ اینجا داره که لطف امام خودش هم هست، نمیدونم حالا یه دستگیری هم خود امام میکنه. میخوام به شما بگم که ببینید چقدر اتفاق میتونه سخت باشه انسان به اون درجه بالا برسه که بتونه جز نخبگان 313 نفری که قرار از دوره‌های مختلف تاریخی گلچین بشن بشه، برسه به اون مرحله و اونجا یک انقدر اون مطلب برش سنگین باشه که وقت اون مطلب رو میشنوه از دور امام متفرق باشه. حالا من به اون یکی روایت کار ندارم که حضرت یک حدیث می‌فرماد باز یک عده از اینا شمشیر میکشن علیه حضرت و حضرت گردن اینا رو میزنه. حضرت دوباره یک روایت دومی میگه دوباره یه عده شمشیر میکشن، طرف پا نمیشه بره ها، میگم اوه خب طرف آقا به مزاجت خوش نمیاد، بگه آقا خداحافظ من نیستم. نه، میگه نه تنها که به قول معروف به قول معروف این نیست، اتفاقا تو محدود الدمی، یعنی خونت هدر باید الان اصلا اگه ما اومده بودیم امام زمان یاری کنیم، تو از نه که باید کشته بشی، به خودش تکلیف میبینه تو اونجا شمشیر میکشه. و خب دوباره اون سری دوم هم میزنه تا حضرت به قول معروف حدیث به قول معروف اون مطلب سوم رو میگه دیگه آروم میگیره. چه مطلبی میتونه گفته باشه؟ چقدر مطالب میتونه سنگین باشه که ابوذری که در رتبه 9 ایمانه به نقل از معصوم و سلمان رتبه 10 ایمانه، میگه لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان لقتلته. اگر ابوذر آنچه که در قلب سلمان است بداند، او را میکشد. نه اینکه میکشد، میگوید که باید کشته شود. یعنی این چقدر، ببین این رتبه 9 ایمان در برابر رتبه 10 ایمان. برای همینه که حضرت میفرماد ما قراره با یک دجالی روبرو شیم، حالا به هر شکل و شمایلی که هر کس میخواد تصور بکنه قبول داشته باشه، بگه آقا نمیدونم دم و دستگاه، بگه نمیدونم یک موجوده، بگه نمیدونم انسانه، بگه ماوراییه، بگه مادیه، هر چی میخواد بگه. ما قراره با یک چیزی به نام دجال روبرو بشیم که تمام پیامبرا از زمان آدم تا حضرت ختمی مرتبت همه اینها قومشون رو انذار دادن از این. و این لامصب چیزیه که در کتاب اسرار آل محمد اگه اشتباه نکنم ما داریم که شما وقتی میمیری دو تا چیز رو میبینی. هر کسی که میره دو تا چیز رو حتما میبینه. یکی وجود نازنین حضرت علی علیه السلامه که میگه من یموت یرنی، هر کس رو میراد اون رو میبینه. خب یکی هم دجاله، میگه اگر کسی فکر نکنه اگر به دوره دجال نرسید اینجوریه که میتونه ازش کسی در بره، میگه هر کی میبینه میبینه و بعضی ها در قبر به او ایمان میونه. این خب پس ما کار چقدر سخت میشه با اون توصیفاتی که حالا در دجال در روایات شیعه و سنی اومده. حالا اونجوری هم نیستش که بگیم چون در مورد دجال که میرسه سریع خیلی هم میگن آه تو روایات شیعه ما چیز خاصی نداریم همش مال اهل سنت. نه، اونجوری هم فقیر نیستیم تو این مسئله، داریم مطالب داریم، اوکی اونا بیشتر دارن، مشکل نیست. ولی ما خیلی جاها میریم به قول معروف به روایت اهل سنت هم بررسی میکنیم، اگه منطبق با مبانی فقهمون، مبانی عقلی و منطقی و فلسفیمون باشه قبول میکنیم، هیچ مشکلی نداره. ولی خب تو روایت خودمون هم داریم که میتونیم در موردش صحبت کنیم و بعد ببینیم. و برای همین امام صادق توصیه کرده یه ایمانهایتون را تقویت کنید، چرا که در زمان ظهور ایمانها به شدت مورد آزمایش قرار غربال بشه، قرار ریزش ها شکل بگیره، قرار اطرافمون ببینیم کماکانی که تا الان دیدیم، اما شاید در قلت و فاصله بیشتری دیدیم که مثلا خب فلانی که بچه حزب اللهی بود، فلانی که نمیدونم تا دیروز اینجوری بود.
چرا یوهایی عوض شد؟ چرا یوهایی افکارش اینجوری شد؟ چرا یوهایی نمیدونم سقوط کرد؟ چرا یوهایی نمیدونم بی خیال خدا و پیغمبر و دین و حجاب و فلان و هزار داستان یه شد؟ این شدت میگیره، کثرت میگیره. یعنی هم شدت میگیره هم کثرت میگیره که شما دیگه میبینی یعنی دیگه میبینی به خیلی هم نمیتونی اعتماد بکنی. این طرف تا دیروز هم فکرت بوده، فردا هم فکرت نیست. اینقدر اتفاقا میتونه عجیب و غریب باشه و باید بدونه، چون قربانه والله والله لا تقربلون، والله لا تمحصون. میگه بعد اونجا میگه و تقربلون نه قربلتن و تبلبلون نه بلبلتن والله لا تحمسن. اگر لفظ عربی رو به اعراب اشتباه میگم عذرخواهی میکنم بعضی دوستان اگر یه موقع اگر اشتباهی بوده. قرار به شدت میگه یک جور غربال میشید، غربال شدنی عجیب و غریب. اونایی که حالا یه ذره زبان عربی و مقدماتی هم حتی اگر بلد باشن متوجه نوع فعل میشن که داره چه به قول معروف شدت و قوتی در مورد با تو این لفظ داره به کار میره. و تو غربلون نه غربلتن و تو بلبلون نه بلبلتن. میگه گرفتار بلا میشید، اونم چه بلاهایی. گرفتار غربال میشید، اونم چه غربالهایی. بارها جناب دکتر هم فرمودن، بنده هم عرض کردم خدمتتون که در اون روایت هست، میگه مثل یک انبار گندم میمونه، هی میان ازش جدا میکنه، هی میان جدا میکنه، هی میان آخر یه مشتی از اون گندم میمونه. و این رو بدونید که جزء اون کشورهایی که نیاز به این الک داره که بارها و بارها بنده عرض کردم خدمتتون که این آرت الک میخواد، این رسم فلکی. حالا به گفته اون خواننده رپ و این حرفا درست داده، ما ترسی نداریم که کسی یه نقل درست میکنه ازش استفاده نکنه. همونجوری که امام رضا یه نقلی از خدمت شما عرض کنم مأمون میکنه، میگه که حرفش درست بوده، حرف درست هم باید گفت. یکی از اون کشورها و جاهایی که به شدت نیاز به غربال داره خود ایران و با لاجرم باید اینطور اتفاق بیفته. ناگزیره، هم ناگزیره هم ناگریزه، باید اتفاق بیفته. وگرنه اگر این اتفاق نیفته ما هیچ وقت نمیتونیم به اون ایدئالمون برسیم که بتونیم به اون خدمت شما عرض کنم کشور امام زمانیه، اون خوشگله‌ای که مد نظر حضرت امام رو خدمت شما عرض کنم بوده، به اون بتونیم برسیم. پس اینها رو باید مد نظر قرار بدیم. دوستان خودشون هم یک مقداری روی این مسائل اعتقادی کار بکنن، رو بعد فهم و درک دینیشون کار بکنن. ببینید من اول اصرار روی قسمت اینش دارم، تو پله بعدش اصرار بر نزدیکتر شدن و معنوستر شدن با قرآن و روایات و نماز و این حرفا دارم که متوسل بشیم به اینا، چنگ بزنیم به اینا، به اینو که انشالله که به واسطه اینها هم یه تفضلی و یه نظری به ما بکنن و خودشون در پناه خودشون بگیرن. ولی اینطور ساده هم نگاه نکنید که آقا ما توکل میکنیم. نه، اهل بیت و ائمه و خدا گفت ما راه بهتون دادیم، وظیفتون هم هست. اصلا خلق شدین، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. شما خلق نشدید نه برای خوردن و نه برای نمیدونم کار کردن و نه برای زن گرفتن، ازدواج کردن، شوهر کردن، نمیدونم هوا، همه اینا زیر چترش اتفاق میفته. اون علتی که براش خلق شده اینه که در بند من باشین، لیعبدون، عبد من باشین، باید عبد من باشین، باید برا من باشی. زیر یوغ هر که دیگه ای که رفتی به صراحت در قرآن میگه با الفاظ مختلف به هر که امید بستی خداوند به عزت و جلالش قسم میخوره که میگه به هر که امید بستی نابودش میکنم و ازت میگیرم. حالا ما تو بحثای یه ذره عرفانی و معنوی میگیم که آقا بعضیا علت مرگ بعضی دیگه هن. انقدر که بهشون وابستن، انقدر که همه چیزشون رو گره زدن به اون، این عامل نابودی اون میشه.
حالا خیلی نمیخوام، فقط اینا رو دارم به عنوان نکته نکته پوینت میذارم که انشالله مجال باشه تو جلساتی در مورد صحبت کنم. اما یکی از اون مباحث خطرناکی که واقعا بهش آنچنان هم پرداخته نشده، نه در منبرهای ما، نه در جلسه های جاهای دیگه، نه در سخنرانی های جاهای دیگه، خیلی کم و محدود در مورد صحبت شده و اختلافات و داستان ها هم توش خیلیه، مبحث دجال. و میتونه این توییت ترام که اشاره میکند چیزی دارد میآید که کسی نمیتواند جلوی آن را بگیرد، به زودی مردم جهان خواهند فهمید که اینها تو تفکر فراماسونی و شیطان پرستی و اون یهود کابالاییشون منتظر اون به قول معروف تک چشم داستان خودشون به عنوان منجی و حالا هر چی که به تعبیرهای مختلف بخوایم اسمش بذاریم هستن. این چیزیه که بعد برای این هم آماده بود و برای یک سری اتفاقات سخت در مسیر رسیدن به این قله که داریم هی بهش نزدیکتر میشیم و هر چقدر نزدیکتر میشیم این سختی‌ها بیشتر میشه، بعد آماده بشیم، بعد براش تدابیر بسنجیم، باید براش فکر بکنیم و اقدام عملی بکنیم. صرف حرف زدن، صرف اینکه بگیم حالا ما میشینیم توکل به خدا فلان میکنیم، نه. نمیگم امتیازی نمیگیری، میری تو بسیج نمره گرفتن از 100 مثلا میبینی 2، اون یکی 10، اون یکی 20. بعد میگه خب انقدر اعتقاد داشتی انقدر فلان داشتی، میگه چه کردی؟ نشستیم نگاه کردیم، هر هفته نمیدونم تو جاهای مختلف جمع شدیم پا منبر نشستیم. خب تو رفتی در میگه به اندازه آماده کردن یک تیر هم که شده به قول معروف برای این اتفاق خودتون رو آماده کنید. میگه چه کردی؟ اون جاهایش هم که کار کردیم اگه بیارن تو پروندهمون بخوان نشون بدن که میگه خب این که برای منافع خود بود، این که برای این از این بود که میترسیدی گرفتار فلان شی، این که برای خودت بود. برای اون چه کردی؟ خالیه. خودم عرض میکنم شما که خوبین، خالیه. که انشالله بتونیم اینا رو در نظر بگیریم، بتونیم انشالله از دعای شما، از خوبی شما، من روسیا هم مورد توجه انشالله خداوند و حضرت امام زمان که امروز روز شهادت پدر بزرگوارشون بود که تسلیت عرض میکنم به وجود نازنین ایشون و امیدوارم که یک ذره دوستان عاقلانه به این تاجگذاری و این داستان ها دقت بکنن و گرفتار مسخره بازی های پوچ و بی اساس بدون هیچ پشتوانه عقلی که در شب شهادت طرف از گروه که میگذره جنش میگیرن. با طرف پدرش فوت کرده، کدوم شما پدرتون فوت بکنه شبش جشن میگیرین؟ اصلا تو بابات شاه یه مملکت باشه. نمیدونم بعضی کارا اصلا انسان میگه اینا از موجودات اولیه هم انگار عقبترن، نفهمترن، بیشعورترن. انهم کالانعام بل هم اضل. ولی حقیقتا که از آدم اینو مصادیقشو میبینیم. آقای داره طرف شعور. بله، همونجور که ما خوشحالیم از امامت ایشون و از داشتن ایشون، در غم ایشون باید شریک باشیم و به این راحتی و این حرفا اینجوری نباشه که خب از آن گذشت و خداحافظ. خیلی معرفتت خوبه، خیلی با معرفتی، دمت گرم. من فقط همینو به طرف میگم، اصلا به شعور و فهمش کار ندارم. همین بی‌معرفتیش برای 7 پشت خودش و خاندانش میتونه کفایت بکنه. من به همین اکتفا میکنم. حالا بازم اگر جناب دکتر صلاح دونستن برای جلسات آینده یه برنامه ریزی بکنم، ولی دوستانم فی المقدمش بدونن مبحث دجال یک ذره مبحثیه که نیاز به حوصله داره، به صبر شما دوستان داره. چون اینجاها من حداقل به شخص من موظفم که روایت رو هی تیکه تیکه بخونم و برای شما صحبت بکنم. اگر قرار کار نمایشی بکنیم، یه شوی اجرا بکنیم، بیایم بقول من رو همینجوری فقط کیلویی به هم وصل کنیم و بریم، خب حالا من خیلی آدم این کارا نیستم، ولی آدماش زیادن میتونید. ولی اگر کار یه ذره بیسدارتر و یه ذره قویتر میخواین که بتونین حالا لالوی این همه افکار و این همه تئوریایی که تو مباحث مختلف هست
حداقل تو خودتون هر کسی، اشکالی نداره غلط و درستش، ولی تو خودش بگه آقا بابا من با مجموعه دیتا به این نتیجه رسیدم. آقا این بتونید، این نیاز به وقت گذاشتن، نیاز به کار کردن، نیاز به حوصله داشتن داره. آقا ما دو تا روایت میکنیم، نه چرا مگه ما عربیم که برای ما عربی میخونه، مگه ما عربی میفهمیم که فلان میشه. ما نمیدونم یه حرفای سخیف و به قول معروف چیزی که اصلا بخوای وایبکشو به خودشون بزنی اصلا کم، به قول معروف یه جور بدی بود میشه. حالا انشالله که الحمدلله میدونم تو این جهان نیست، ما همیشه مخاطبای واقعا با شعور، واقعا بزرگوار، واقعا حقیقتا من شاد میشم، خوشحال میشم. یه موقعی آقا محسن میگه مثلا انقدر دوستان پیام میدن، انقدر به قول معروف لطف دارن، بند نوازی میکنن به ماها که من خودم به شخص خجل میشم، خجالت میکشم. من به همین اکتفا کنم، وقتی جناب دکتر عزیزمونم بیش از اون نگیرم. باز هم عرض ارادت به همه دوستان دارم، مخصوصا جناب دکتر عزیزمون آقا محسن و دوستان عزیز دیگه که از بی‌سوادی منو از دوریه که دوستان رو یا حالا نمیشناسم خیلی‌ها رو، یا حالا نمیبینم تو لیست، ولی که قلبا همه دوستداران امام زمان رو دوست دارم و تا جانم هم برای همشون بدون هیچ منت و بدون هیچ چشم داشتی حاضرم و انشالله که قربانی هم میکنیم در این مسیر. هیچ نه ترسی داریم نه وحشتی داریم و افتخار میکنیم به اینی که انشالله توفیق اینو داشته باشیم که در این مسیر برای خود حضرت که اصلا من لیاقتش ندارم، برای دوستداران ایشون بتونیم از جونمون مایه بذاریم برای اینها افتخار میکنیم. من در خدمت شما هستم جناب دکتر، استفاده میکنم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. و بین نستعین. عرض سلام و ادب دارم خدمت استاد حسین بزرگوار و گرامی و استاد محسن گرامی که دیروز مشکلی پیش آمده بود و امیدوارم برای مادر استاد زالیه گرامی همه دعا کنیم. جلسه قرار شد امشب برگزار بشه و حالا اون جلسه پرسش و پاسخ توی توییتر هم که میفته حالا واسه یه جلسه دیگه. ببینید چند تا نکته حائز اهمیته که بدونید. حالا بحث ماه سفر رو که تمام کردیم، توی فصل اولم یه مقدار با حسین آقا در مورد دجال صحبت کردیم که از اصفهان و اون به قول معروف جایی که یهودی های اصفهان هستن، اون توضیحات اون روستاها و یه سری از این بحث ها رو مطرح کردیم. ولی من معتقدم که بحث دجال خیلی پیچیده تر و قوی تر و احتیاج داره که بیشتر روش زمان بذاریم. حتما این کار رو تو جلسات بعد میکنیم و سعی میکنیم تو ماه ربیع الاول این بحث دجال رو به صورت تخصصی تر بررسی کنیم و در خدمت آقای حسین آقای بزرگوار باشیم. یکی وجود دارد، این است که من میخواستم برای حسین آقا مطرح کنم که تو جلسات بعد بیشتر چکش کاری بشه. اینی که اون بحث از سفر تا سفر که مطرح میشه که 1 سال مثلا قبل از ظهور حضرت آقا امام زمانه، 2 تا روایت ازش وجود داره دیگه. یه روایت این است که شما توی اون سال سفر تا سفر وقتی که به رجبش میرسی خروج صوفیانی صورت میگیره، مثلا 6 ماه بعد قیام صورت میگیره. یکی از 15 ماه بعد. حالا روایت قوی ترم اونه که میگم 15 ماه بعده. حالا اونم بیشتر در موردش صحبت میکنیم و حسین آقا رو زحمت بدیم که در این رابطه صحبت بشه. یعنی اینکه شما یه از سفر تا سفر دارید و توی اون از سفر تا سفره توی رجبش صوفیانی خروج میکنه، ولی قیام امام زمان 15 ماه بعدشه. یعنی خوب دقت کنید، این بحث پیچیده‌ایه که حالا اونا رو سعی کنید تو جلسات بعد با حسین آقا هم تو بحث دجال و تو همین بحثی که حالا اگر اون از سفر تا سفر مثلا احتمالاً، حالا دوباره نگن که نمیدونم توقیت و نمیدونم فلان شد، اون قیام امام زمان میشه 15 ماه بعد که میگم این قوی تر هم هست تا اون یکی بحثی که مثلا 6 ماه بعد هست. فرض کنیم به عنوان چیزی که از این از سفری که شروع کردیم تا از سفری که تو احادیث مطرح کرده وارد میشیم
اون بحث جمادی تا رجبی که بسیار وحشتناک میشه اونم بحثاشو میکنیم. توی رجب سفیانی ظهور میکنه. توی ظهور سفیانی 2 تا روایت وجود داره که آقا 6 ماه بعدش هست محرم که امام زمان قیام میکنه یا 15 ماه بعدش هست که امام زمان قیام میکنه، که حالا اون بحثاش یه خورده بحثای طولانیه که اشاره سعی می‌کنیم ربیع الاول که مطالبش کمتره اونا رو بیشتر مطرح کنیم. این پس یه نکته‌ای که برای جلسات بعد. اما بحثی که توی ربیع الاول همونجوری که برادر بزرگوار و استاد گرامی حسین آقای بزرگوار مطرح کردن، اصلی ترین قصه شروع اختلافات و درگیری هاست دیگه. اختلاف درگیری در داخل، در بین کشورها، در بین مردم و دولت ها. یعنی 3 تا اختلاف و درگیری را شروعش از ماه ربیع الاوله. تو احادیثی که وجود داره، احادیث آخر زمانی، استارتش از اینجا خورده میشه و هر چی که جلوتر میره این درگیری ها پیچیده تر، قوی تر و فتنه انگیزتر میشه. یعنی کل این معادله ماه ربیع الاول از اینجا شروع میشه. حالا اون بحث‌های سفر رو که مطرح کردیم، این ربیع الاول استارتش کنه. منتش همونجوری که برادر عزیزم استاد حسین مطرح کردن، این چیزیه که به صراحت تو احادیث وجود داره که درگیری در 3 سطح ایجاد میشه از ربیع الاول شروعش و استارتش خورده میشه بین مردم و دولت‌ها و بین دولت‌ها. حالا یه چیزی دیگه هم حواشی این قصه ماه ربیع الاول وجود داره که اگر ما بخوام اونا هم بهش اضافه کنیم که یه دیدی داشته باشید که توی این 3-4 جلسه آینده که توی ماه ربیع الاول هستیم به حول و قوه الهی بیشتر باش بحث میکنیم، اینه. یک، اولین نکته‌ای که توی بحث ظهور وجود داره، چند تا نکته رو مطرح میکنن. یکی از اون نکاتش این است که مرگ پادشاه بنی‌العباس، یعنی امام صادق میفرما، حالا میگه معصوم که دوباره بحث آقای چیز پیش نیاد، محدث پیش نیاد. معصوم میگه که شما اگر مرگ عبدالله را به من بگید من تضمین میکنم ضمانت ظهور رو. یعنی وقتی که یک مرگ پادشاه بنی‌العباس ایجاد میشود که حالا تو به عنوان مثلا عبدالله گفته، به عنوان که این پادشاه گفته، ولی خب خیلی از قرائن میخوره اگر ما اون بحث بنی‌العباس رو مثلا با عربستان سعودی تطبیق بدهیم، اون بحثا ایجاد بشه تو حجاز. ولی بعضی ها میگن نه، اون بحث پادشاه که کشته میشود و 40 روز بعد اعلام میشود اصلا بحث پادشاه بنی‌العباس است و جدا از این قصه است و اصلی ترین مرحله که ظهور میخواد صورت بگیره اون درگیری بین بنی‌العباسه، درگیری داخلی که بین بنی‌العباسه. اگر بنی‌العباس و عربستان سعودی در نظر بگیریم و حجاز در نظر بگیریم، این دوتا رو منطبق کنیم بر اونجا، یعنی وقایع ظهور اینجوری استارت میخوره که پادشاهی در عربستان میمیرد، یه نفر رو جایگزینش میکنن، به اختلاف میخورن و اون نفر از کار برکنار میشه و پسر زن کنیز اونجا حکومت پیدا میکنه. اون حدیث بعدی که در مورد اختلاف بنی‌العباس میگیم، میشود اینجوری انتباه کرد که اون شاهزاده ها و اون درگیری هایی که سر پست و مقام ایجاد میشه، کشتار وحشتناکی رو توی سرزمین حجاز ایجاد میکنه که اون حکومت قوی که در عربستان موضوعیت داشته عملا دچار اضمحلال درونی میشه. پس اینو حتما باید به نظر قرار بدید. یکی پس بحث این. دو، بحثی که مطرح میشود که از اینجا استارت قصه های ظهور صورت بگیره، به جز اون بحث اختلاف در بنی‌العباس و مرگ پادشاه بنی‌العباس که اینا اصلا پیش جزء علائم حتمی هم میشه. حالا ما همیشه توضیح میدادیم که علائم حتمی 5 تاست. اونایی که لابد داره، اونایی که امام معصوم میگه من تضمین میکنم، یعنی شما مرگ عبدالله رو به من بگو من تضمین میکنم ظهور رو، یعنی قطعی جزء علائم دیگه، علائم قطعی. حالا در هر صورت یک بحث دیگه ای هم وجود داره که امتداد داره. یعنی چی؟ یعنی به ما میگن که یک ستاره نزدیک میشود از ماه صفر آروم آروم از ماه ربیع الاول، ربیع الثانی، همینجوری که ادامه پیدا میکنه که تو حدود ماه رمضان دیگه از بین میره اون ستاره، که همون ستاره‌ایه که تو فصل اول خیلی در موردش صحبت کردیم.
اون گیسوی شیطانی، مرگاور، حالا عذاباور، این بحثایی که در موردش مطرح میکنن و ستاره دنباله داریه که 3 تا 7 شب هم یه نور وحشتناکی رو روی کره زمین ایجاد میکنه و اون بحثایی که توی فصل اول هم صحبت کردیم در مورد که اون ستاره ممکنه به 2 ماه ازش به 2 ماه هم تشبیه میکنه، یعنی انقدر نورش زیاده مثل ماه دیده میشه، یعنی احساس میکنی که 2 تا ماه توی به قول معروف آسمان وجود داره و نهایتا هم نابود میشه. این یک چیز امتداد داریه، یعنی میگه آقا از ماه صفر آروم آروم شروع میکنه نزدیک شدن به کره زمین، میاد ربیع الاول، ربیع الثانی، یه چرخی توی جمادی یه دور کره زمین میزنه، توی رجب نورافشانی میکنه، میره آروم آروم توی شعبان و توی رمضان 3 تا 7 شب نور وحشتناک و نابود میشه، دود گازی ازش میمونه. یعنی اینم پس یه پراسه که از سفر شروع میشود تا ماه مبارک رمضان در رابطه با این ستاره. بحث دیگه ای هم که وجود داره در رابطه با ماه خونینه دیگه. میگه اگر در ماه ربیع الاول ماه گرفتگی صورت بگیرد، جنگ بین مسلمان ها و رومیان آغاز می شود. این احادیث دیگه که جنگ بین مسلمانان و رومیان آغاز می شود در ماه ربیع الاولی که ماه گرفتگی به وجود میاد، که حالا اون بحثایی که مطرح میشه در این رابطه اونا بحثاش وجود داره که 16 شهریور ماه همه الان اساتید مهدویت همه اصلا شما دقت بدید موج خاصی توشون افتاده، آقا شروع داره میشه قطعیه، نمیدونم در این نوع اتفاقات خیلی قریب به یقین تو حالت ظهور و این بحثایی که وجود داره، اون بحثی که توی ماه ربیع الاول این قصه صورت میگیره. خدمتتون عرض کردم تو سری فصل اول که اگر اون اول سال، گفتم اول سال اگر اون خورشید گرفتگی ایجاد میشد، گفتیم چه اتفاقی میفته؟ میگه پادشاه ایران در سراسر جهان محبوبیت پیدا میکنه. اون دیدید که الان این بحثایی که میبینید امام خامنه ای تو کل دنیا اسمش زبون زده، تو ایران اون معاندین و اون نمیدونم مخالفین و اینا هم دیگه فهمیدن آقا مثلا اینا هر کلاهبرداری بوده، ظریف و روحانی اینا جنایتکارن، خائن به کشورن، کلاهبردار بودن و ما رو گول زدن و حرفایی که از 32 سال قبل امام خامنه ای میزد درست بوده. آقا نرید، این مذاکره فقط ابزار قدرت داخلیتون رو میاره، به ریشتون میخنده، گیر بهتون میده، هیچ به دست نمیارید. نهایتا اینا اگه بخوان جنگ کنن جنگ میکنن، الان نمیتوانن، اینا میخوان از درون ما رو ضعیف کنن بعد جنگ کنن بعد نابودمون کنن. اینا آقا همه اون حرفا درست بوده و همه این کارهایی که روحانی و ظریف انجام میدادن که آقا بریم که جنگ نشود، بریم که فلان نشود، همه اتفاقات و بدبختی ها سر ما اومد. پس اینم یه نکته خیلی مهمیه که تو بحث‌های ماه ربیع الاول، توی پیشگویی‌های دانیال و توی اون بحث کافیه فکر کنم، حالا حسین آقا براتون میگه، من زیاد تو احادیثشو نمیدونم، که رسما میگه آقا جنگ درگیری بین ایرانیان و مسلمان ها و رومیان صورت میگیره. اینم یه نکته‌ای که تو بحث امتداد بحث ربیع الاول زیاده که حالا میشکافیمش تو این 2-3 جلسه‌ای که داریم، هر کجا که فضا پیش اومد جزئیاتش واسه دوستان میگم. یه بحث دیگه‌ای که وجود داره در رابطه با امتداد ماه ربیع الاول، میگه در ماه ربیع الاول درگیری بین مسلمون ها و ترک ها و رومیان ایجاد می شود. اینم جزء احادیثی که مطرح میکنه که در شروعش، استارتش، این درگیری هایی که وجود میره، میگه حمله ترک ها و رومیان به مسلمانان که این هی به سرعت گسترده میشه، تشدید میشه و به جای میرسه که به یک شما چطوری بگم بنبستی در واقع میرسید و به اون بنبست که میرسید، این حملاتی که ترکا و رومیان بر علیه مسلمانان اقدام میکنن، تو اون بنبسته اتفاقی که میفته این است که معادلات عوض میشه. یه دفعه عوض شدن معادلات به چه صورته؟ به این صورته که ترکا با رومیان درگیر میشن. ببینید حالا من چون تو حوزه سیاسیش بیشتر صحبت میکنم و حسین آقا بحث احادیث رو چه مطرح میکنن، شما دقت کنید که الان ترکیه حمله کرده دیگه. ترکیه الان بحثایی که تو سوریه داره، بحثایی که تو عراق و بمبارانایی که داره، بحثایی که با جولانی آورد به مسلمانان سوریه حمله کرد
و عنقریب با این تجهیزات وحشتناک و گسترده‌ای که داره میره به سرزمین‌های اشغالی، اونا به مسلمان‌ها عنقریب حمله میکنن و بعد از حملاتی که تو سوریه امریکا مستقیم وارد شد، مستقیم امریکا رسما اعلام کرد که مستقیم وارد شدن، احتمال زیاد الان هم تهدید کرده که مستقیم وارد حوزه عراق و یک فضای وحشتناکی رو واسه عراق ایجاد میکنه و اون گولی که ترکیه خورد و احساس میکرد که اگه ایران از سوریه برود کنار فضا واسه ترکیه باز میشه که اونجا بتواند مانور بده و رژیم صهیونیستی چقدر جنایت کرد این اردوغان، چقدر غذا داد، چقدر نمیدونم آب داد، نمیدونم لباس داد، تجهیزات داد که این رژیم سفاک صهیونیستی لبنان رو اونجوری کشتار کنه، غزه رو اونجوری کشتار کنه. حالا آخرین صحبت هایی که میبینید هاکان فیدان میکنه میگه چی؟ میگه ما میخوام قطع رابطه کنیم. کی مقام معظم رهبری گفت آقا هیچ کس تجهیز نکنه، دارو نده، نمیدونم غذا نده، لباس نده، کمپوت نده، سوخت نده. ولی خب متاسفانه کار ترکیه به صورت وحشتناکی داشت انجام میداد. همون اوایلی که رژیم صهیونیستی کاملا تو انزوا قرار گرفت بود و حماس واقعا 7 اکتبر یک معجزه‌ای را خلق کرد که در موردش صحبت کردیم دیگه. حالا بحثی که وجود دارد این است که این درگیری عملیاتی تر میشه دیگه. اونا آمدن ایران از سوریه خارج کنن که خودشون به قول معروف ابتکار عمل رو دستشون بگیرن. رژیم صهیونیستی ابتکار عمل رو دستش گرفت، آدم هم حسابش نکرد، فرمانده‌های ترک هم زد کش، چند بارم بمباران کرد، نقاط اصلی و استراتژیک سوریه هم که میتونستن در آینده ازش استفاده کنن بمباران کرد. نیروهای جولانی و ترور رو بمباران کردن. دیدن آقا این اصلا خیلی وحشیه، این فقط پس از ایران نبوده و این احتمالات وجود داره دیگه که الان ترکیه موقعیتی ندارد، مجبوریت دارد به سمت قفقاز که اونجا بتواند خودش اونجا تثبیت کنه و نهایتا اونجا یک درگیری ایجاد کنه و بعد از اون درگیری ها میاد به سمت عراق و اون بحث درگیری تو جزیره و عملیاتی شدن جنگ قرقیزستان اول با کشتار زیاد. مثلا اون احادیث وقتی که ساختش رو نگاه می‌کنیم و اگر بیام تو حوزه سیاسی هم بررسی کنیم می‌بینیم اینه. حالا ما نمیخوام بگیم امسال یا سال بعد یا 5 سال بعد، ولی الان منطقه مستعد این قصه ها هست دیگه. هر آن احتمال داره ترکیه به ارمنستان حمله کنه. اگه امسال حمله کنه که میشه اون امسال سال 1 سال قبل از ظهوره، سال بعد اگه حمله کنه همینجور. چون اون مراحل 7گانه امام علی رو، مراحل 21گانه امام علی رو گفتن، مراحل 7گانه امام صادق هم گفتن دیگه. استارتش ارمنستانه. استارت شروع جنگ ها و درگیری هایی که معتقدیم توی ماه ربیع الاول درگیری ها استارتش آغاز شروع میشه و به شدت عمیق میشه، روز به روز بدتر و وحشتناکتر، فتنه ها پیچیده تر تا جایی که اصلا همه آرزوی مرگ میکنن. اگه انقدر وضع و فتنه و قحطی و نمیدونم سوار یهود و گرسنگی و بیماری و جنگ و اینا زیاد میشود که هر کس آرزوی مرگ میکنه دیگه. اون آخر زمان اینجوریه که قصه هاش هرچی جلوتر میری وحشتناکتر، پیچیده تر، فتنه انگیزتر و مؤلفه‌هاش کاربرد پیدا میکنه. این پس یه نکته است که این امتداده هم دوباره باز از ربیع الاول شروع میشه. نکته دیگه که برادر بزرگوارم استاد حسین بزرگوار مطرح کردن همون در بحثایی که در چیز صورت میگیره دیگه، در کوفه صورت میگیره و کوفه آب گرفتگی ایجاد میشود. همونجور که استفسار دارید طبق احادیث 2 تا 3 سال عنوان میکنن که خشکسالی بزرگ ایجاد میشود و بحران آب ایجاد میشود. شما الان ببینید ترکیه هزاران سد به عنوان طرح آتاتورک، به عنوان طرح گاف اینا رو زده روی سدهای، روی رودهای دجله و فولاد اینجا رو خشک کنه. خود اونم با بحران آب مواجه شده. انقدر بارندگی نبوده است که اون سدهایی هم که زده عملا کارکرد و کاربردی نداشته. حالا بعضی از اساتید مهدویت مثلا تو 10-15 سال قبل که بارندگی زیاد بود معتقد بودن که آب گرفتگی بصره و کوفه تو احادیث داریم دیگه. مثلا میگه مسجد جامع بصره این سینه کبوتر در روی آب قرار میگیره، کل شهر میره زیرا. یا کوفه همینجور استعقاد داشتن که به خاطر مثلا زلزله هایی که در سال ظهور ایجاد میشود اون سدها شکسته میشه و آب دجله و فراتی که اونجا ذخیره شده یه دفعه با حجم زیادی میاد و کوفه و بصره رو در بر میگیره. حالا چون ما آب گرفتگی توی سوریه و اینا هم داریم، حالا بحثاش طولانیه، جز به جزش هم میریم جلو. ولی اینم یه نکته‌ایه که حسین آقا فرمودن و بعد از اون 2-3 سال خوشسالی 2 تا نکته تو احادیث داریم
که اون ماه ربیعی که از سفر تا سفرشه، یعنی 1 سال قبل از ظهوره، سرمای سوزان و بارندگی بسیار زیادی در پاییز و زمستانش صورت میگیره و بارها واسهتون گفتم این بارندگی هایی که قبل از ظهوره که بسیار هم شدتش زیاده ثمری در بر نداره، خانمان سوزه، کشت‌ها رو از بین میبره، زراعت‌ها رو از بین میبره، میوه ها رو از بین میبره. ولی این بارندگی ها بعد از ظهور برعکسه، باعث به قول معروف شکوفا شدن زمین، باعث میشه زمین هر چیزی که بندازی توش در بیاد. اینا براتون تو فصل اول توضیح دادیم، فقط میخوام این مقارنت رو واسهتون توضیح بدم که این بحثی که در ربیع الاول میگیم اینا همه مثلا یه کلافی رو در نظر بگیرید، نخش نوک کلافه آروم آروم تو ماه ربیع الاول اینا میاد، درگیری ها آروم آروم شروع میشه، نمیدونم این بارندگی ها و سرماها آروم آروم شروع میشه. این بحثایی که خدمتتون عرض کردم یکی یکی این قصه ها شروع میشه. اون درگیری بین ترک ها میان وارد درگیری میشن، درگیری بین رومان میان وارد درگیری میشن، اینا یکی یکی شروع میشه. تلاطمات بین پادشاه، کشته شدن پادشاه و یه خورده که جلوتر میریم تو اون بحث درگیری ها، اون بحث مردن ملک ترک هم دقیقا داریم که ملک ترک میمیرد و بعد از اون دوتا جنگی که ترکیه انجام میده میگه دیگه ترکی در زمین وجود ندارد، فاتحه ترکیه خونده میشه و ترکی میگه در زمین وجود. البته علامه کورانی معتقد است که ترک ها فقط ترکیه کنونی نیستن، میگه ترک ها چون ریشه روسی دارن، تو احادیث آخر زمانی اون جنگ آخری که میگن جنگ جهانی که صورت میگیره، میگه در واقع روسیه نابود میشود. پس علامه کورانی اینه که میگه اصلا این بحث ترکیه و فعلی نیست. ولی با توجه به این قصه ها و اتفاقاتی که داره تو ترکیه میفته، گفتم اون قصه ای که از اون 4 تا کشوری که بن العباس محسوب میشن بیشتر بحث ترکیه الان بولد میشه. یعنی الان بحث ترکیه است که ترکیه بن العباسه، ترکیه است که به ارمنستان حمله میکنه، ترکیه است که تو جزیره جنگ ایجاد میکنه و نهایتا بعد از قرقیزیس‌های اول 2 تا درگیری که کشتار ترک ها صورت میده و امام زمان میاد و ترکیه رو کامل فتح میکنه، دیگه میگه ترکی وجود نداره، کامل از بین میره. اینه پس یه نکته، اینه یه نکته‌ای که این استارتاش به قول معروف سرنخاش اولین چیزاش از ماه ربیع الاول شروع میشه. تو این بحث‌های درگیری یک پیچیدگی‌های خاصی به وجود میاد که حالا مقارن هم شده ربیع الاول با این ماه گرفتگیه که این ماه گرفتگی و ماه گرفتگی خونینه اون پیشگوییاش که توی بحث‌های کتاب دانیال نبی، توی بحث‌های بحث‌های روزه کافی، یه سری مطالبش تو روزه کافی است و تو قصص الانبیا، اینا حالا بحثاش هست که تدوین میکنیم برای دوستان به ریزش و جزئیاتش رو در میاریم و مثلا آقا احادیثش رو واسه عزیزان مطرح کنه. پس ربیع الاول یعنی این که استارت این قصه ها. اصلا یکی از علتهایی که بحثش شده بهار، ربیع الاول، بهار اول، این است که به قول معروف به امامت رسیدن امام زمان موضوعیت داره تو ربیع الاول. استارت همه این قصه های چنگانه‌ای که خدمتتون عرض کردم آروم آروم اینجا شروع میشه و به شدت عمق پیدا میکنه و نهایتا اون عملیات شروع میشه. سعی میکنیم تو جلسه بعد بحث دجاله رو مطرح کنیم و حسین آقا یک توضیحی در مورد اینکه سفر تا سفری که ایجاد می شود، آیا این سفر تا سفر همان سالی است که محرم آخر قیام صورت می گیرد یا نه 1 سال قبله؟ یعنی اون استنباطی که از سفیانی صورت می گیرد آیا استنباط 6 ماه است یا استنباط 15 ماه؟ در خدمت دوستان باشیم. حالا با توجه به که گرفتاری که آقا محسن هم داشته، پلتفرم‌های دیگه هم نشده، سعی کنیم همینجا چند تا از پرسش و پاسخ‌ها رو جواب بدیم. آقا محسن ضبط تا قطع و وصل کنه، با حسین آقا در خدمتتون خواهیم بود و این بحثایی که حالا هست گفتیم طبق قول و قراری که دادیم اگه هی بخوام به خاطر علت‌های مختلف بندازیم عقب، این فصل دومه دوباره میشه اینو آخر فصل اوله، هی با فاصله ایجاد میشه.
حالا آقا محسن هم فکر کنه آقا محسن زمانش هم اگه چهارشنبه شب بذاریم بهتره، چون عموما یک شنبه یه خورده بحثاش خیلی شد و شلوغ میشه و اینا. حالا با حسین آقا یه مشورتی کنید چهارشنبه شبا بذاریم از هفته دیگه، فکر کنم بهتر باشه. حالا نمیدونم چطوریه. من در خدمتتون هستم. التماس دارم ضبط و قطع و وصل کنید، پرسش و پاسخ دوستان رو جواب بدیم که دیگه حالا از هفته دیگه منسجمتر و تخصصی‌تر بحث‌های دجال و بحث این که این سال سفر تا سفری که اینقدر در احادیث اهمیت داره، آیا همون سالیه که محرم آخرش قیام صورت میگیره یا نه این قبل از این و بعد از سفر محرم بعدیش هست که قیام صورت میگیره، که اکثر علمای مهدویت اون بحث 15 ماه فاصله را قبول دارن که حالا حسین آقا یه سرچی میکنه، تحقیق میکنه، برام توضیح میده که کدوم منطقی تر و بهتره و هر کدوم وقت که فیلد خاصی داره. یعنی وقتی که اگه اینجوری باشه اون حرکت هایی که تو کلیت فصل اول مطرح کردیم و میتونیم خوردش کنیم تو این ساله، قشنگ دستمون میاد که حالا اوج قصه اینه، شروعش الان ربیع الاوله، ولی اون ربیع الاول بعدی اون بحثا و مسائل و حرف و حدیث ها ایجاد میشه. من در خدمتتون هستم. التماس دعا از همه عزیزان دارم که حالا چند تا ادا کرده باشیم، فقط به بچهای توییتر ظلم میشه. خداحافظ. خیلی ممنون، تشکر از شما جناب دکتر باقری. من ضبط و قطع وصل میکنم، بریم تو قسمت پرسش و پاسخ.